سلام دوستان، وقتتون بخیر. من سارا فلاح هستم. در خدمتتون هستم با پست دیگه ای از سری پست های مانی تایم. اگه خاطرتون باشه ما اوایل پست های مانی تایم رو به صورت پست های عکسی بود و به صورت فیلم آموزشی نبود. بعضی از دوستان درخواست دادن که اون پست های عکسی رو هم به صورت فیلم آموزشی در بیاریم. برای همین من شروع میکنم، از اول مباحث رو میگم. دوستانی که مباحث رو خوندن ازشون خواهش میکنم که صبوری پیشه کنن و سعی کنن که در این مدت خودشون رو مبحثایی که یاد گرفتن یه مقدار تمرین بکنن تا ما به آخرین مبحثی که داشتیم یعنی باندپلونگر برسیم. و دوستانی هم که نتونسته بودن از پست های عکسی مطلب رو بگیرن میتونن از همین فیلم های آموزشی از این جلسه شروع کنن از ابتدا و مبحث تحلیل تکنیکال رو یاد بگیرن. اصولا در تحلیل تکنیکال چیزی که مهم هست اینه که روند قیمتی به چه صورت بوده. یعنی هر تکنیکالیست یا هر چارتیستی چیزی که براش مهمه اینه که در بازه‌های مختلف زمانی، یعنی مثلا در طول یک روز، در طول یک هفته یا مثلا در طول یک ماه قیمت چه نوساناتی داشته و چجوری حرکت کرده. در بین قیمت‌هایی که در طول یک روز یک نماد، حالا من اینجا نماد میگم برای اینکه در مورد بورس ایران ما کار میکنیم، ولی به طور کلی در مورد تمام نمودارهای دنیا این قوانین درست است. 4 تا قیمت هست که مهم هستن. یعنی در بازه روزانه 4 قیمت هست که مهمه. یکی این که قیمت روی نماد روی چه قیمتی باز شده، پس باز شدن میشه یکی از اون قیمت‌های مهم. یکی دیگه این هست که روی چه قیمتی آخرین معامله صورت گرفته یا روی اون بسته شده. در طول بازه روزانه قیمت سهام تا چه حدی تونسته بره بالاتر که به اون میگن بیشترین قیمت و در طول روز کمترین قیمتی که سهم تجربه کرده چه میزان بوده، این میشه کمترین قیمت. باز شدن همون اوپن هست، بسته شدن کلوز، بیشترین های و کمترین لو. اینو به صورت مخفف تکنیکالیست ها بهش میگن OHLC Open High Low Close. این 4 تا عدد هست که در تحلیل یک قیمت در طول بازه های مختلف زمانی، مثلا در طول روز، برای ما مهم هست و از نسبت این قیمت ها به هم دیگه میتونیم متوجه بشیم که معاملات چجوری بوده. نمودارهای قیمت هم میان همین 4 تا رو برای ما نشون میدن و ما از طریق این نمودارها میتونیم به گذشته بازار بریم و ببینیم که OHLC در گذشته بازار مثلا در روز 1 فروردین 97 به چه صورت بوده. کلا نمودارهای تحلیل تکنیکال از 2 محور تشکیل شده. یکی محور عمودی هست که قیمت رو نشون میده و یکی محور افقی که زمان رو نشون میده. تمام نمودارها به هر صورتی که اون OHLC رو بیان برای ما نمایش بدن از این 2 محور به این صورت تشکیل شده. یک نموداری که از همه ساده تر هست بهش میگن نمودار خطی یا لاین چارت. لاین چارت فقط میاد به ما قیمت بسته شدن رو نشون میده، کلوز رو نشون میده و کاری به OHL یا اوپن های لو نداره و فقط ما از روی نمودار خطی میتونیم کلوز ها رو بفهمیم. به این صورت که شما فرض کنین اینجا مثلا روز 13 آبانه، اینجا روز 14 15 16 17 18 19. روز 13 آبان نماد ما روی مثلا قیمت 100 تومان بسته شده، روز 14 آبان رفته مقدار بالاتر بسته شده. این آخرین معامله رو داره برای ما نشون میده. به این ترتیب این قیمت بسته شدن
نماد در هر روز معاملاتی بوده. نمودار خطی میاد و این نقاط بسته شدن رو به همدیگه وصل میکنه و به این ترتیب یک نموداری رو به ما میده. یعنی از اینجا میره بالا اومده پایین. حالا یه سری حرکات هم داشته دیگه، خیلی صاف و صوف که نبوده. رفته بالاتر اومده پایین. این شد یک نمودار خطی. نمودار خطی نمودار خیلی ساده ای هست چون فقط کلوز رو نشون میده و خیلی کاربرد زیادی نداره به جز موارد خاصی که حالا در آینده بیشتر باهاش آشنا میشیم. نمودار بعدیمون نمودار میله‌ای هست یا بار چارت. نمودار میله‌ای از یک خط عمودی تشکیل شده و 2 تا خط افقی. این خط عمودی از های و لو تشکیل شده، یعنی فاصله های تا لو رو به ما نشون میده. خط افقی سمت چپ به ما اوپن رو نشون میده و خط افقی سمت راست به ما کلوز رو نشون میده. OHLC رو به طور کامل ما میتونیم توی نمودار میله‌ای داشته باشیم. پس شد ارتفاع میله، فاصله H تا لو، خط افقی سمت چپ اوپن و خط افقی سمت راست کلوز رو نشون میده. این هم باز از نظر بصری یه مقدار سخته و کاربرد آنچنانی نداره. البته باز بهتر از نمودار خطی هست چون هر 4 تا المان OHLC رو ما درش میبینیم، ولی کاربرد در عمل اونقدر کاربرد نداره و بیشتر میان از نمودار سوم تکنیکالیست ها استفاده میکنن. نمودار سوم نمودار کندل استیک هست یا نمودار شمعی ژاپنی. بهش میگن نمودار شمعی ژاپنی برای اینکه در قرن 18 ژاپنی ها برای معاملات برنجشون این روش رو اختراع کرده بودن و روند قیمتی رو در بازه‌های زمانی مختلف به کمک کندل استیک نشون میدادن. کندل استیک از یک بدنه تشکیل شده، به این صورت که یک مستطیلی هست بهش میگن بدنه کندل و 2 خط بالا و پایین که بهش میگن سایه. بدنه کندل نشون دهنده فاصله باز شدن و بسته شدن هست. پس این شد بدنه کندل، فاصله اوپن تا کلوز. سایه بالا های رو به ما نشون میده، بیشترین قیمتی که در اون بازه نماد تجربه کرده، و پایین کمترین قیمت یا لو رو برای ما به نمایش میذاره. مثلا یک مثالی که بخوام بزنم این هست که فرض کنیم ما یک نمادی داریم روی قیمت 100 تومان باز شده، یعنی این میشه O، تا 120 رفته این میشه H، بعد اومده پایین تر کمترین قیمتی که تجربه کرده 80 هست، این میشه لو، و نهایتا رفته و روی 110 بسته شده، این میشه کلوز. خب اوپن میشه 100 و کلوز. ما گفتیم بدنه از اوپن و کلوز تشکیل شده. پس یک مستطیل میشه فاصله بین اوپن و کلوز اینجا 100 و اینجا 110. نهایتا در طول روز بیشترین قیمتی که سهم تجربه کرده تا 120 هست، این 120، و کمترین قیمت هم 80 بوده. این شد کندل امروز ما. حالا یه سوال، شما فرض کنین یک روز دیگه ای قیمت اومده به این صورت، من تغییر رنگ بدم، به این صورت قیمت رو تجربه کرده، یعنی قیمت روی 810 تومن اوپن شده، تا 120 رفته بالا، تا 80 اومده پایین،
و نهایتا روی 100 بسته شده. این به چه صورت میشه؟ خب گفتیم که بدنه فاصله O و C یا اوپن تا کلوز رو نشون میده. نهایتا رفته تا 120 و کمترین قیمت هم اومده روی 80. خب شکل این دوتا که مثل هم شد، با اینکه اینجا ما میبینیم قیمت باز شدنمون 100 بوده، روی 110 بوده، روی 100 بسته شده، ولی در کندل آبی رنگ میبینیم قیمت روی 100 باز شده و 110 بسته شده، یعنی نهایتاً بالاتر کلوز بسته شده نسبت به اوپن، در حالی که در اینجا کلوز ما پایین تر از اوپن هست، 100 و 110 و 100. چجوری فرق اینها رو بفهمیم؟ فرق اینها در رنگ کندل یا رنگ بدنه کندل هست. اگر قیمت کلوز کمتر از اوپن باشه، الان 100 کمتر از توی کندل قرمز رنگمون، 100 کمتر از 110 هست. پس داخل کندل ما توپر یا مشکی میشه. اگر قیمت اوپن از قیمت کلوز کمتر باشه، یعنی سهم در طول روز نهایتاً تونسته یک صعودی رو تجربه بکنه، بدنه کندلمون توخالی یا سفید هست. این میشه نمودار شمعی که در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد داره و چارتیست‌ها معمولاً از این نمودار استفاده میکنن. اجازه بدیم بریم روی چارت ببینیم که چجوری میتونیم این نمودارها رو بیاریم. در این بالا شما سه تا علامت رو میبینین. روی یکیش که وایسین نشون داده بار چارت، کندل استیک و لاین چارت. علاوه بر این از قسمت تولز، از قسمت چارت برین میتونین نمودارها رو به این صورت تغییر بدین. میریم روی لاین چارت. خب ببینیم به صورت خطی داره برای ما نمایش میده. هر کدوم از این روزها نشون دهنده کلوز روز معاملاتی بودن، هر کدوم از این نقطه ها، و نهایتا نقطه ها رو به هم وصل کرده و چنین خطی به دست اومده. این بار چارت هست که گفتم خط عمودی نشون دهنده فاصله بین H تا L یا فاصله بین بیشترین قیمت تا کمترین قیمت هست و خط افقی کوچیکی که سمت چپ هست اوپن رو نشون میده و خط افقی کوچیکی که سمت راست هست کلوز رو نشون میده. یعنی الان روی این آخرین بار ما وایسیم، آخرین میله، متوجه میشیم که در طول روز بیشترین قیمت 960 تومن بوده، کمترین قیمت 889 تومن بوده و قیمت اومده روی 920 تومن باز شده. من یه رنگ دیگه بذارم. روی 920 تومن باز شده و نهایتاً رفته و روی 931 تومن بسته شده. این از نمودار میله‌ای. حالا میریم سراغ نمودار کندل استیک یا ژاپنی، شمعی ژاپنی. به چه صورت هست؟ ببینید بعضی ها توپره و بعضی ها توخالی. حالا این میتونید رنگ‌های مختلف بهش بدین، ولی معمولا سفید و مشکی استفاده میشه. سفیدها نشون دهنده روزی هست که قیمت اوپن از قیمت کلوز کمتر بوده و نبات تونسته یک صعودی داشته باشه. کندل های تو سیاه یا توپر یا سیاه رنگ نشون دهنده این هستن که قیمت در طول روز نهایتاً از باز شدن تا بسته شدن اومده پایین و نزول داشته. بالاترین قیمت رو هم در سایه بالا میبینیم و پایین ترین قیمت رو در سایه پایین. بعضی هاش هم میبینیم که سایه ندارن، برای اینکه پایین ترین قیمت با قیمت بسته شدن یکی بوده. حالا شکل‌های مختلف این مفاهیم مختلفی داره که در جلسات آینده با انواع کندل استیک ها آشنا میشیم. دوره میایم روی همین آخرین کندلمون. کندل باز هست، پس خط پایینی مستطیل میشه اوپن. ببینین قیمت روی 920 باز شده.
چون کندل سفید هست خط بالایی میشه کلوز. روی 931 تومن هم بسته شده. بیشترین عددی رو که تجربه کرده، اجازه بدید من رنگش رو تغییر بدم، 960 تومن 959 تومن بوده و کمترین قیمتی که تجربه کرده در پایین کندل یا سایه پایینی 888 تومن بوده. حالا بریم سراغ یک کندل دیگه که تو پر باشه. مثلا شما فرض کنین این کندل چون سیاه یا تو پر هست، پس بالایی میشه قیمت اوپن، بالایی مستطیل، پایین مستطیل میشه کلوز. این سایه کوچیک بالا برای ما داره بیشترین قیمتی رو که سهم در اون روز تجربه کرده رو نشون میده و این سایه پایین کمترین قیمتی که سهم در اون روز تجربه کرده رو نشون میده. چه روزی بوده؟ در تاریخ 14 جولای 2019. در این تاریخ ما به راحتی فهمیدیم که سهم چه قیمتایی رو تجربه کرده. خب گفتم این کندل ها شکلاشون و اینکه ترکیبشون، مثلا چند تا کندل کنار همدیگه قرار بگیره، یه سری مفاهیمی داره که در جلسه آینده بیشتر با مفاهیم این کندل ها آشنا میشیم. تا پست بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم. شاد و پرسود باشید.